در تفسیرات بسیار تفسیر کردگی هستند. بعضی طاغوت چی گفتگی هستند؟ شیطان گفتگی هستند. بعضی طاغوت کوهین گفتگی هستند، مثل عمر ابن الخطاب طاغوت شیطان گفتگی است و این چنین جابر ابن عبدالله کوهین گفتگی است. یعنی تفسیر ده بسیار تفسیر کردگی هستند طاغوت. و بعضی مفسرها طاغوت کعب ابن اشرف گفتگی هستند، یهودی است، او را طاغوت گفتگی هستند، کوهین طاغوت گفتگی هستند، بت‌ها را طاغوت گفتگی هستند، شیطان را طاغوت گفتگی هستند، بسیار گفتگی هستند. اما ما فراموش کردیم بگیم بسیاری از علماء اهل علم تعریف کردن، گفتن که تعریفی مدح کردن، گفتن که از همه تعریفی که یعنی ابن القیم شیخ الاسلام ابن القیم بهترین چیکو کرده است، تعبیر کرده بهترین چیکو کرده تعریف کرده است. یعنی تعریفی شیخ الاسلام ابن القیم چی است؟ یعنی در بر میگیره تمامی انواع چیزا طاغوت را. خلاص فهمیدیم که طاغوت ها چی است؟ طاغوت اصطلاحا فهمیدیم، اصطلاح لغاتی را فهمیدیم الحمدلله، و چی را شرعیش هم فهمیدیم. سردارهای طاغوت ها را انشالله میخونیم. یعنی یا چی بودن؟ اینا طاغوت ها بودن اما سردار دارن، یعنی سردارهای طاغوت ها. یعنی چی میگن؟ سردارشون. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله میگه که الطواغیت کثیره، یعنی طاغوت ها دیگه بسیار است. شرکی باز کردیم بسیار است. و رؤوسهم خمسه، ما سردارشون چه هست؟ میگه 5 تا. طاغوت ها بسیار میگه اما سردارشون چند تا؟ 5 تا. و طواغیت کثیره و کثیرون و رؤوسهم خمسه. طاغوت ها بسیار هستند و سردارشون چه هست؟ 5 تا است. یه چیزی گفتیم که طاغوت جمعش طواغیت نودیدیم. طاغوت جمعش طواغیت، یعنی طاغوت ها. این چنین علما گفتگی هستند طاغوت یعنی جمع هم در بر میگیره. یعنی طاغوت گفتی یعنی چی میشه؟ یعنی لازم نیست که چی بگیم؟ طواغیت بگیم. یعنی طاغوت گفتیم فهمیده میشه طاغوت هم چی است؟ یعنی طاغوت ها میشه که طاغوت هم گوی کفایه کنی. یعنی لازم نیست که بگی طواغیت. اگر گفتیم هیچ بوکی نداره. طواغیت یعنی چی؟ جمع طاغوت. میشه که طاغوت هم جمع طاغوت حساب کنیم. الطواغیت کثیره، طاغوت ها بسیار است. و رؤوسهم خمسه، و سردار طاغوت ها و سردارهاشون 5 تا است. الاول الشیطان الداعی الى عبادت غیر الله. یکنین طاغوتی که چیکار کرد؟ نافرمانی کرد، عصیان کرد، ای حدش گذشت، کی است؟ همون چی است؟ همون شیطان است. یک مصدری شر، مصدری گناه، یعنی سرچشمه گناه چی است؟ همین شیطان است. یکنین کسی که گناه کرد، عصیان کرد، سرکشی کرد، نافرمانی الله کرد، از حد کشیدگی الله، از خط کشیدگی الله گذشت، کی بود؟ همین شیطان ملعون بود. وقتی که الله تبارک و تعالی شیطان امر کرد گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، وقتی که میگه هنگامی که ما امر کردیم بر ملائکه ها که سجده کنی به آدم، فسجدوا چون کردن ملائکه چون کردن سجده کردن، الا ابلیس مگر چی؟ ابلیس مگر شیطان چون سجده نکرد، ابا سرکشی کرد، نمیکنم گفت چون کرد؟ سرکشی کرد، یعنی از طغیان کرد. ابا واستكبر وكان من الكافرین، کبر کرد و از جمله کافران شد. بنابراین چون کرد؟ به سببی که تجاوز کرد، نافرمانی الله کرد، طغیان کرد، اسم چی؟ نام طاغوتی را گرفت. بنابراین یکنین سردارهای طاغوت کی است؟ شیطان است. الطاغوت اول چی است؟ شیطان است. الشیطان الداعی الى عبادت غیر الله. همین شیطان است که مردم چیکار میکنه؟ به عبادت غیر الله دعوت میکنه. و تمام شر که سر شما عبادت شیطان ملعون است. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله تبارک و تعالی در این آیه میفرماید که آیا میگه از شما به شما میگه ما عهد نکرده بودیم فرزندای آدم؟
آیا ما از شما عهد و پیمان میثاق نگرفته بودیم، آگاه تو نکرده بودیم که ای فرزندای آدم که عبادت نکنین شیطان، یا که الا تعبدوا الشیطان، میگه عبادت نکنین شیطان نپرستین. انه لکم عدو مبین، در حقیقت به تحقیق به شک اون چی هسته؟ شیطان دشمن شما هسته، دشمن شما هسته. بنابراین هر کسی که شیطان عبادت میکنه، پیروی شیطان هسته و طاغوت هسته و شیطان سردار طاغوت هسته. برای چی؟ برای که وای فتنه را سر میکنه، وای مردم در شر و گناه تیره میکنه، در عصیان تیره میکنه. بنابراین او سردار طاغوت هسته شیطان، و هر کسی که اطاعت میکنه وای هم طاغوت هسته. الثاني چی بود؟ طاغوت یکم که ای سردارش گفتیم، 5 تا گفتیم که شیخ ابن القیم این سردارش بود. یکمش چی؟ شیطان. دیمش الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. دیمش چی هست؟ دیمش حاکمه که پادشاهه که ظالمی، پادشاهی ظالمه که تغییر میده احکام الله. یعنی چی؟ احکام الله تغییر میده، ظلم میکنه، با شریعت الله چیکار میکنه؟ حکم نمیکنه. این هم چی هست؟ این هم طاغوت است. اینو ببینید برادران، این سخن ما نیست. این شیخ الاسلام محمد ابن سلیمان التمیمی رحمه الله اومده است، شیخ الاسلام ابن قیم، که نگن که از پیش خود گرفته است یا که از کیسه خود آورده است، بلکه چی است؟ این سخنهای علما است که هر کسی که ظلم میکرد، هر کسی که قانون الله تبدیل میکرد غیر از الله، غیر از قانون الله حکم میکرد، و یا چی میدونستن؟ و یا طاغوت میگفتن. طاغوت میگن. بنابراین شرط است که الحاکم الجائر المغیر احکام الله تعالی چی است؟ طاغوت است. این چیزی که من است. و دلیل قول تعالی، میگه شیخ هر یک کلمه‌اش دلیل میاره، از پیش خودش گام نمیزنه. شیخ چون میکنه دلیل میاره. و دلیل قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. در این آیت الله تبارک و تعالی می‌فرماید که آیا نمی‌بینی کسانی را که گمان میکنند که آنها ایمان آوردگی هستند، گمان میکنند که آنها ایمان آوردگی هستند با چی؟ با اون چیزی که به تو نازل شدگی است و اون چیزی که پیش از تو نازل شدگی است. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. یعنی آیا نمی‌بینی کسانی را که گمان میکنند، نگفتنی که چی با تقینه، گمان میکنند، با گمانی باید چی هست؟ ایمان آوردگی هستند. آمنوا بما انزل اليك، ایمان آوردگی با اون چیزی که به تو نازل شدگی است و ما انزل من قبلك، و اون چیزی که پیش از تو نازل شدگی است ایمان آورده میگن. آیا نمی‌بینی چیکار میکنن؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اراده دارن، میخواهند که چیکار کنن؟ با طاغوت تحاکم کنن، یعنی پیش طاغوت بروند، با طاغوت چیکار کنن؟ فیصله کنن. نیا کنی الله تبارک و تعالی چیکار اینا را ایمان شونه زعم گفته، یعنی گفته که گمان دارن، یعنی چی؟ حقیقت نیست ایمانیو. یعنی الم تر الى الذين يزعمون، میگه یزعمون این چی نیست؟ حقیقی نیست، این چی هست؟ گمان دارن، با گفتی وایو میگه. الله گفته که آیا نمی‌بینی کسانی را که با گفتی اونها ایمان آوردگی هستند، با چی؟ با اون چیزی که به تو نازل شدگی است و اون چیزی که یعنی پیغمبر خدا میگه و اون چیزی که پیش از تو نازل شدگی هستند، چون ایمان دارن با گفتی اونها، با گفتی هم منافقین. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، بو میخواهند که چیکار کنن؟ تحاکم کنن، یعنی فیصله کنن با چی؟ با سوی طاغوت. نگاه که با مجردی چیکار کردن؟ با مجردی همین اراده کردن با طاغوت، اراده کردن، فیصله کردن با سوی طاغوت، الله چی گفت؟ الله چی گفته؟ مذمت چون کیسه. نگاه کنید که سبحان الله برادران بینه که با مجردی طرف طاغوت رفتن چیکار کردیسه؟ مذمت چون کردیسه، طاغوت چون کردیسه. و ما انزل من قبل که یریدون افتیسه، هادی نکردن،
نه که کردنی هستند، یعنی فیصله کردنی هستند، حکم کردنی هستند، طرف سودی کفری رفته هستند. همین رفته هستند. یریدون یتحاکم الی الطاغوت، یعنی میخواهند که تحکم کنند به دموکراسی، تحکم کنند به چی؟ به کنستیتوسیا. یریدون یتحاکم الی الطاغوت، به طاغوت میخواهند که حکم کنند. با گفتی و یا ایمان وردگیان میگه بطه اون چیزی که بطه نازل شده و پیش از اون چیزی که پیش از تو نازل شده. وقد امروا ان یکفروا به، و تحقیق امر کرده شدن در حالی که به تحقیق اونو امر کرده شدن که ان یکفروا به، چیکار کنن؟ کافر شوند. با چیکار کنن؟ کافر شوند به چی؟ به اون چیزی که کافر شوند به طاغوت. وقد امروا ان یکفروا به، به چی؟ کافر شوند به طاغوت. الله امر کیسه، سبحان الله، امر کیسه که به طاغوت کافر شدن چی هست؟ فرضه. قد امروا میگه به تحقیق امر کرده شدن. کی امر کرده اورا؟ الله امرشون کرد. وقد امروا امر کرده شدن ان یکفروا بالطاغوت، وقد امروا ان یکفروا به، و امر کرده شدن که کافر شوند به طاغوت، یعنی تکفیر کنن طاغوت. وقد امروا ان یکفروا بالطاغوت، وقد امروا ان یکفروا به، یعنی امر کرده شدن که کافر شوند به طاغوت. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و شیطان میخواد که همین کسانی که به طرف تحکم میروند، طرف دموکراسی میروند، طرف کنستیتوسیا میروند که بس فیصله شود به سود چی؟ دموکراسی، به سود کفری، چی میکنه؟ شیطان چیکار میکنه؟ میخواد که همون سبروند وسوسه شو میکنه ان یضلهم ضلالا بعیدا، گمراه کردنی بسیار دوره. ببینید برادران، این چی هست؟ این سخنان ما نیست. این چی هست؟ این علما مجددین عصر اینا را چیکار کرده هستند؟ اینا را الله برکت چون الله رحمت چون کنه امت چیکار کردن؟ بیدار کردن که طرف حاکم، طرف چیکار کردن؟ طاغوت رفتن، طرف غیر از الله رفتن، فیصله کردن. این چی هست؟ این حکم به طاغوت است. این چی بود؟ یکم سردارهاش هست. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله چیکار کرد؟ اینا را آورده که سردارهای طاغوت هست. سردارهای طاغوت یکم سردار چی هست؟ سردارهای طاغوت شیطان هست. دیم چی هست؟ الحاکم الجائر المغیر لاحکام الله تعالی. شیخ صراحتا گفته، واضح گفته، این گپی ما نیست، واضح گفته که حاکمی که ظالم است شریعت الله را تبدیل میکنه به کنستیتوسیا، به قوانین وضعیه، به قانونهای کفری. او چی هست؟ طاغوت. این خطونا اسم میزنین، اسم میزنین، دور میکشین که این را علیش کردن نمیتونین، این را تغییر دادن نمیتونین، این را دست تموده که خیلی پشونده نمیتونین. انشاءالله روز تو روز مردم بیدار شده دیدین. یک کسانی که پنهان میکنین، مرجعای عصر پنهان میکنین، نمیخواین که این را بفهمن، نمیخواین که مردم اینو را نمیخونین در پیش مردم، اینو را نمیخونین، اینو را میدون، اینو را در پیش مردم نمیخونین که مردم بیدار شوه تا که بفهمه طاغوت چی هست. اینو را میپشونین، ولی الامر میگن طاغوت. ببینید که شیخ الاسلام محمد ابن سلیمان التمیمی رحمه الله چی گفته است؟ چی بود؟ طاغوت سردارهای طاغوت 5 تا بود. یکمش چی؟ شیطان. دیمش حاکمی ظالمی که تغییر میده شریعت الله. سیمش چی است؟ سیمش در همین دیمش مانندی داره. الثالث، طاغوت سیم کی است؟ شیخ گفته است طاغوت سیم کی است؟ این سخن ما نیست. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله سبحانه شیخ. الثالث الذي حكم بغير ما انزل الله. الثالث سیم کی است؟ الذي حكم بغير ما انزل الله. سیم کسی است که حکم میکنه بغیر ما انزل الله، بغیر از ما انزل الله حکم میکنه. یعنی ما انزل الله چی است؟ بغیر شریعت، بغیر قرآن حکم میکنه. این چی است؟ این طاغوت است. و دلیل قوله تعالی، دلیل ورده با دلیل است. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. من برادر سبحان الله، هر کسی که شرط مونده است، ومن لم يحكم بما، هر کسی که چکونه میکنه حکم نمیکنه به ما انزل الله، با اون چیزی که نازل شده است، با اون چیزی که نازل کرده است الله، هر کسی که حکم نمیکنه با چی؟ با قرآن، فاولئک هم الکافرون. میگه الکافرون، اونها چی هستند؟ کافر هستند. واضح، آیات واضح صراحتا است چی هست؟ برای کسی که غیر از الله حکم میکنه.